ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصله، یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار، اوایلش همچین یه خورده آسته میرفت و محتاط بود و اینها. دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه. در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت، یک بخشایی از خاک لهستان رو هم گرفت، به روسیه اضافه کرد. بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد، برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلمرو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد. 20% بزرگ شد روسیه زمان کاترین، 7 میلیون جمعیتش اضافه شد. بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن، لهستانی بودن، اوکراینی بودن، لیتوانیایی بودن. یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن، اینها رو گرفت اضافه کرد. بعد سیاست‌های تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن. مخصوصا یه گروهی از آلمان ها اومدن جنوب ولگا ساکن شدن که بودن تا وقتی که استالین اومد تبعیدشون کرد به شرق. و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی. کریمه هم باز دوباره همین کریمه‌ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه. کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مشخصه دیگه. اهمیت استراتژیکه. بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال روس‌ها، این بندر افتاد دست روس‌ها. با پروس متحد شد، با اتریش متحد شد، لهستان رو تقسیم کردن بین خودشون، یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت.